مردم شهر کلوب امکان پیدا کردند برای اولین بار قالین‌های قیراقم را از دست اول خریداری کنند. یارمارک فروش قالین‌های قیراقم در شهر کلوب برای بار اول است که برگزار می‌گردد و قرار است تا 3 روز ادامه کند. این هم روزهای 19، 20 و 21 می. طور مسئولین این کارخانه میگویند حدود 20,000 متر مربع قالین‌ها برای فروش به مردم کلوب پیشنهاد کرده شده است. نهایی که ما حاضر به بازار داخله و بازار بیرونه پیشکش کرده ایستادیم و به جوابگوی استانداردهای جهانی است. یعنی امروز ما از قالین‌های تفتینگی سر کرده تا قالین‌های زیچیش بلندی 1.5 میلیون گیره در متر مربع پیشنهاد کرده ایستادیم. ما اقدام کردیم که برای عوض محصولات وارد شونده هم صفتی خوب هم نرخ ارزان پیشنهاد نماییم. امروز در این یارمارک فروش ما تخفیف 20% پیشکش نمودیم. طوری گفته می شود این اقدام در دایره رشد ساحه قالین‌بافی در کشور تا سال 2020 راه اندازی شده است و همزمان در شهر قرغان‌تپه نیز حدود 20,000 متر مربع قالین‌های قیراقم برای مردم پیشنهاد کرده شدند و مردم امکان دارند که خریداری کنند. ساکنان کلوب میگویند که نرخ این قالین‌ها از بازار تفاوت دارد. یک ماه پیش من بزرگ رفتم نرخ نو کردم 900 سومون. امیر رزمیری که من روزی خریداری کردم 780 سومون. خیلی در این کریزیس خیلی به ما یاردم میشه. 200 چند سومون به ما یاردم میشود. مسئولین این شرکت‌های قالین‌بافی میگویند تصمیم دارند چنین یارمارک فروش‌ها را در تمام شهر و ناحیه‌های کشور براهمانند، همچنین قالین‌های استحصال تاجیکستان را به کشورهای خارج صادرات کنند از قبیل افغانستان، روسیه و دیگر کشورها. امرالدین علیموف، رادیو آزادی، کلوب.